پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقایف روز 3 ایون سال 2024 در قرارگاهش در شهر اوستانا در ملاقات با رئیسان پارلمان‌های کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی یا اودیکبه خبر داد که قزاقستان حرکت تندرو طالبان را از روی خط سیاه سازمان‌های تروریستی برآورده است تا که امکان رشد همکاری‌ها با حکومت افغانستان را که تحت نظارت طالبان قرار دارد به دست بیاورد. قزاقستان با در نظر داشت اهمیت رشد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی با افغانستان امروزه و درک این واقعیت که این رژیم برای مدت دوامدار در سر کار است، رژیم طالبان را از روی خط سازمان‌های تروریستی خارج کرد، اظهار داشت توقایف. قاسم جمارت توقایف در سخنرانیش به همکاری‌های منطقه‌ای جلب کردن افغانستان را یکی از وظیفه‌های استراتژیکی در مرحله کنونی نامید و از همه خواست تا از تشبث قزاقستان در مورد در شهر المتا تأسیس دادن مرکز سازمان ملل در امور تامین رشد استوار آسیای مرکزی و افغانستان پشتیبانی کنند. یادآور می‌شویم هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز اظهار داشت که باید واقعیت را به نظر گرفته با حرکت طالبان راه‌های مناسبت را پیدا کرد، زیرا امروز محض همین حرکت قدرت واقعی را در افغانستان در دست دارد. این شرح پوتین در پاسخ به خبری بود که می گفت وزارت کارهای خارجه و وزارت عدلیه روسیه به پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که حرکت تندرو طالبان را از روی خط سیاه سازمان‌های در روسیه ممنوع خارج کنند. در ماه آگوست سال 2021 نیروهای طالبان با استفاده از خروج با شتاب نیروهای ائتلاف بین المللی و فرار حکومت رئیس جمهور وقت افغانستان اشرف غنی حکومت را در این کشور جنگ زده به دست خود گرفت. تاجیکستان بلافاصله موقع مخالفت با رژیم نو طالبان را پیش گرفت، ولی این دفعه روسیه و ایران برعکس طالب‌ها را برای نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا و ناتو را وادار به ترک افغانستان کردنشان ستایش کرده با آنها راه‌های تماس همکاری جستند. از جمله روسیه الکی در سال 2022 سفارت افغانستان در شهر مسکو را به دست دیپلمات‌های فرستاده طالبان سپرد.